اصلا فکرشو میکردی که توی بدن و ذهن تنها نباشی؟ یعنی فقط تو نیستی که داری کنترل میکنه خودتو، یکی دیگه هم هست، یه شیطون. راستی به خاطر همین داستانه که به خیلی از چیزایی که تو ذهنت نرسیدی. شاید اون نذاشته برسی، شاید در واقع مسیر اشتباه اون داره واسه تعیین میکنه. موجودی که باعث شد مغرور باشم، موجودی که باعث شد دنبال جلب توجه باشم، موجودی که شکست دادنش از شکست دادن هر چیز دیگه ای سخت‌تر بود. شاید چون اون موجود خیلی شبیه خودم بود. در واقع شاید چون اون موجود خودم بودم. اینجا تاریک ترین بخش مغز من، در واقع جایی اون که اون موجود زندگی میکنه. برای که بهتر آشنا شیم، نمیخوای بگی راجع به چی حرف میزنی؟ راست میگه، بهتر ذره به قبل‌تر بریم. نه دیگه اینقدر تا حالا شده کاریو بخوای انجام بدی، یا بخوای جایی بدی، یا بخوای کاریو حتما بکنی، یا باید زود بیدار شی، یا باید یه کاریو انجام بدی ولی خب یه صدا میاد تو سرت میگه هنوز زوده بیدار شی. تو که میتونی بعداً فیلم بگیری، چرا بعداً نگیری؟ تو که اینو داری، برای چی؟ توش خوبی، لازم نیست بخونی، لازم نیست تمرین کنی، تو که انقدر خوب بلدی. ما خیلی چیزای دیگه این مدلی. اون ایگوه صدا توی مغزمونه، یه هویت قلابی، یه من دروغی. در واقع یه تصویر ذهنی از منه توی ذهنم، ولی دروغ. اینجا همون اتاق لعنتیه، همون اتاق لعنتی که گفتم، همون جایی که اون موجود هزار بار شنیدم توی هر همون جایی که اون موجود همه اهداف و آرزوهای منو خارش می‌کنه. صدای نحسش هم توی مغزمه، منو گول میزد، جوری که واسش خوب نیستم، جوری که کافی نیستم یا نمیرسم. آره خب شایدم واقعا کافی نبودم. همه اهداف و آرزوامو دونه و دونه از جایی میبرد. آره من با تنبلی، کمالگرایی یا هر چیز دیگه ای. یعنی من واقعا تو بدنم یکی خیلی سخت بود که بتونم این موجود لعنتی رو شکست بدم، چون وقتی از هر راهی برای شکستش میرفتم اون یه جوری دیگه ظاهر شد. حتی بعضی وقتا جوری ظاهر میشد که من واقعا فکر کنم دارم کار درست انجام میدم، ولی خب واقعا اینجوری نبود. این که خود منه، خطرناکترین، وحشی‌ترین و واقعا سخت‌ترین دشمنی بود که تا حالا بهش برخوردم، چون هیچ کس نمیشناخت منو اندازه و همین شناخت اون نسبت به من باعث شد که انقدر طول بکشه و برام ترسناک بشه. فکر کردم بگم که چرا نمیشه بالاخره. چیز عجیبی نیستش که من مثلا بیام خیلی از کارا رو بکنم که دلم میخواد، خیلی از کارا رو بکنم که میتونم و خیلی از کارا رو انجام بدم که واقعا پسشون برمیام و واقعا هم میتونم، ولی خب نمیتونم. خیلی تحقیق کردم از چت جی پی تی، از آدمای موفقی که توی زندگیم دیدن و از خیلی چیزای دیگه. به یه جواب خیلی جالب رسیدم. اولین کسی که باید شکستش بدید خودتون. من مامان خودم اعلام میکنم، از طرف خودم میگم. اولین کسی که برای گرفتن یک ویدیو، برای بیدار شدن ساعت 6 صبح، برای رفتن به سر کار، برای نگشتن با آدمای نادرست و برای انجام خیلی از کارا، حتی خوندن یک صفحه کتاب یا اینکه باش کارا ادامه بدم، اولین کسی که باید شکست بدم خودم. ایگو. تا حالا صدای توی مغزتون شنیدید؟ حس کردید بعضی وقتا یکی داره باهاتون حرف میزنه؟ تا حالا با یکی جدال کردید توی مغزتون؟ مثلا من میخوام ساعت 6 صبح بلند شم، ولی خب بلند میشم میگم خب بذار یه سر دیگه بخوابم، بعد ذره بخوام که انجام میدم که خب من قرار نبود 6 صبح بلند شم، من قرار نبود 6 صبح بلند شم و این کارهای لعنتی رو انجام بدم. ولی خب از اون ور صدا میگه خب 6 زوده، اگه 7 بلند شی خیلی بهتره، خیلی منطقی تره، 1 ساعت بیشتر میخوابی، کل روز انرژی بیشتری داری و اینکه همینجوری به نفعت 7 بلند شی. ولی خب از اون ور میخوابی که 7 بلند شی، چونت نمیکشه 7 بلند شی، یه افسردگی داری که چرا صبح بلند نشدی، 7-6 صبح کارات موندی، کل روزت به خاطر صبح بعدی که داشتی خراب شده. یا میام یه کار دیگر میکنیم،
بعضی وقت شما میل کاری انجام بدید. ضبط این ویدیو 31 روز طول کشید. یعنی من 31 روز طول کشید تا بتونم یه ویدیو شاید 7-8 دقیقه‌ای رو ضبط کنم. فقط و فقط برای چی؟ کمالگرایی. من هر بار که به خودم می اومدم، هر بار که ویدیویی ضبط می‌کردم، میگفتم خب من کافی نیستم. من برای اومدن جلوی دوربین کافی نیستم. من صدام تخمیه. من چهرم تخمیه. من آدمیم که درست صحبت نمی‌کنم. من آدمیم که همه چیز رو نمیدونم. شاید کافی نیستم، شاید دوربینم بده، شاید خیلی چیزای دیگه، شاید نورم بده، خیلی چیزای دیگه. ولی خب همه اینا رو گذاشتم کنار، اومدم بعد 31 روز کمالگرایی داشتم. ببینید ما واقعا باید بعضی چیزا رو قبول کنیم. اگه مغرورید بگید مغرورم، اگه کمالگرایید بگید کمالگرایم. من کمالگرام. چجوری میتونم دیگه کمالگرا نباشم؟ چرا کمالگرام؟ چرا وقتی میدونم چی خوبه انجامش نمیدم؟ خلاص از اینو بگذاریم. 31 روز طول کشید که من بتونم همین ویدیو رو ضبط کنم که 2 قسمت داره و این اولین قسمتش. ایگو مهمترین چیزی که شاید شما رو عقب میندازه ایگو یه صدا توی ذهنتونه، یه تصویر از خودتون توی ذهنتون که واقعی نیست. در واقع شما خودتون رو ساختید با کارا، با اهمال کاری‌ها، با خیلی از مسخره بازیایی که در واقع خودتون ساختید. با همون چیزی که قرار بود ساعت 6 صبح بلند شید، به هر کارتون برسید ولی بلند نشدید. اونجا واسه خودتون تنبلی باشید. اومدید مثلا یه ویدیو بگیرید، گفتید دوربین من خوب نیست یا خیلی از بهونه‌های دیگه. یه کاریو تعویق انداختید. خواستید برید باشگاه، امروز و فردا کردید. اومدید یه ویدیویی بگیرید، گفتید کیفیت دوربین من خوب نیست. من برای این کار کافی نیستم. کمالگرایی. پس یه صدا توی مغزمونه، یه تصویر از خودمون توی ذهنمونه که واقعی نیست. یعنی من واقعا اون چیزی که اون صدایی که داره بهم میگه اون نیستم. اون تصویری که تو ذهنمه شاید قیافه‌ها شبیه هم باشه، شاید رفتارها، اندام‌ها شبیه هم باشه، بعضی از رفتارامون، ولی خب من اون نیستم. اون یه تصویر کاملا فیکه. من واقعی کسیه که تو یکی از این سلولای مغز زندانی شده و فرمونو داده دست این ایگوه. این کسی که به جای من نظر میده، این کسی که عاشق جلب توجهه، این کسی که عاشق تحسین شدنه، این کسی که از مسخره شدن میترسه، این کسی که دوست داره امروز و فردا کنه، این کسی که دوست تنبله، این کسی که خوشش نمیاد از انجام دادن کارهای سخت، این کسیه که میخواد بیشتر بخوابه، بیشتر سرگرم بشه، این کسیه که دوست نداره مسخره بشه، دنبال توجهه، دوست خیلی کمالگراه و اگه بخوایم اسم ببریم شاید ساعت‌ها طول بکشه. بخوایم مثال کلی از این ویدیو بگیم، ایگو یه صدا توی ذهنمون، یه تصویر از خودمون توی ذهن که واقعی نیست. و ما و خیلی از آدم‌هایی که موفق نیستن و زندگیشون طی تکراره و اینکه فکر میکنن زندگی همین یک نواخته و امید ندارن یا خیلی از چیزهای دیگه، در واقع فرمون زندگیشون دست ایگوشونه. این ایگوئه که اونا رو کنترل میکنه. این ایگوئه که تعیین میکنه که شما بخوابید و کاری انجام ندید. این ایگوئه که تعیین میکنه شما برای انجام یک کار چند روز وقت تلف کنید. پس اولین چیزی که باید شکست بدید